خب امروز اومدم این دستگاه رو بهتون نشون بدم. توی آلمان یه همچین جاهایی هست، این دستگاه ها داخلشه. حالا کاراییش چیه؟ نوشیدنی هایی که میخریم و به قول معروف در طول ماه استفاده میکنیم، یه همچین علامت برگشتی روشون هست که بابت هر دونه از این نوشیدنی ها حدوداً 25 سنت برگشت میخوره و میتونی اونو توی فروشگاه ببری، بهت یه بابت اینا در آخر اینجا قیمت میندازه که یه رسید در آخر بهمون داده میشه که با اون رسید ما میتونیم ببریم داخل فروشگاه و مثل پول معمولی باهاش خرید کنیم، انگار که حکم اسکناس رو داره. حالا ببینیم و به نظر من ایده خیلی خوبیه، به جایی که بازیافته تولید بشه و بندازیش تو رطل آشغال، میتونی دوباره هم یه استفاده ای ازش ببری، پول بگیری، همین که تولید زباله نمیشه. خب الان یکی رو برگشت زد چون که نتونست بخونه علامتش به دستا و اینکه الان روی این دکمه فشار میدیم و رسید رو برامون میده بیرون.